این روز موضوع خیلی مهم است، موضوع دولت، خصوصا برای تاجیکان که عصرها با مسئله دولت روبرو بودند، عصرها برای استقلال دولتی مبارزه کردند. مفهوم دولت برای ما یک مفهوم بسیار مقدس است، نه تنها از نظر احساسی و ارزشی بلکه از نظر عملی هم. در سرنوشت ما محض دولت امروز آن ظرفیت است که آن ظرف است که ما را حفظ میکند، ما را از نابودی نگاه میدارد. بنابراین کنسپسیا یا تزیس اساسی که امروز من میخوام به میان گذارم این است که ما دولت را در کنار ارزش‌های دیگری، هم شخصی، هم جمعیتی، هم ملی، همچون یک ارزش محوری، همچون یک ارزش مهم قبول کنیم. زیرا جامعه ما یک جامعه ارزش محور است. مثلا ما آمدیم برای زبان، برای فرهنگ، برای هنر یا برای ناموس مبارزه کنیم، ولی ما کمتر برای دولت آماده ایم در سطح شخصی احساسات ما ظاهر کنیم، مبارزه کنیم، دفاع کنیم. بنابراین زیرا دولت همچون ارزش در تفکر عمومی ما تا حاضر به اندازه کافی جای نیافته است. از این رو من یکی از رسالت های کارهایی که من سالهای اخیر خودم می نویسم این است که مفهوم دولت را همچون یک مفهوم مرکزی در اندیشه نه تنها سیاسی بلکه در زندگی شخصی هر انسان جا کنیم. چرا نعمت بزرگ است؟ یک آمار را برای همین اندیشه، برای قوی شدن مطرح میکنم. این است که من در اینترنت نگاه کردم، در یونسکو یعنی سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد یک آمار داده است که در جهان امروز 7000 زبان موجود است. شما بینید که اگر یک زبان موجود باشد حتما در پس همون زبان یک قوم است، یک خلق است که با او زبان گپ میزند. پس اگر ترجمه کنیم یعنی در جهان حدود 7000 قوم و ملت وجود دارد. و باز در همون آمار میگه که از همین 7000 حدود 4500 قوم و ملت ها زبان های در حال نزول، مثلا اون که یک قشلاق در مونده است، یک جزیره در مونده است، چند نفر مونده است، ولی 2500 این خلق و ملت های میانه و کلان هستند. مثلا 50,000 100,000 1 میلیون 10 میلیون اهالی دارند همون قوم. پس 2500 قوم و ملتی کلان و میانه هست. اکنون از همین آمار برمیگردیم به آمار سازمان ملل متحد درباره دولت ها. خب مناسبت به این خلقی بچه ها هستند. ما چند دولت داریم؟ مثلا حدودی اگر بحثای طرفش در نظر گیریم حدودی 250 دولت داریم. دولت های کامل حقوق، دولت های نیمه حقوق، 250 دولت. پس اگر 7000 خلق جهان رو در نظر گیریم و 250 دولت رو در نظر گیریم، همگی امین 1.5-2% اهالی جهان صاحب دولت است، تمام خلق ها. یعنی خیلی نیست که هر یک خلق یک دولت داشته باشه، هر یک ملت یک دولت داشته باشه، اصلا این خیلی نیست. فقط 1% تمام خلق های جهان صاحب دولتند. حالا که تصور کنید که تاجیکان در درون انمی 1% خوشبختند که صاحب دولت. این اموری بسیار جدی است. و اگر گوییم که خیلی قوم‌های خرد حساب نکنیم، از 2500 گیریم، از 2500 خلق و قوم‌های کلان گیریم، بازم 250 دولت جهان میشه حدود 9-10%. یعنی همگی در جهان 10% خلق‌ها صاحب دولت خود هستند و اونم بسیار کم است که با نام خود صاحب دولت باشند. بنابراین وقتی میگیم که استقلال یک نعمت است، ما خوشبختیم که نصیب ما شده از دولت، این یک گپی تبلیغاتی سیاسی نیست، این پروپاگاندا نیست، این یک حقیقتی تاریخی است که در حقیقت در همین جهان فقط همین اگر از عموم گیریم 1%، اگر از 2500 گیریم همگی 8-10% خلقای جهان صاحب دولتند. پس این یک استثنای بزرگی تاریخی است که ما صاحب دولت هستیم.
این یک واقعیتی حتی حیرت آور است. از این رو وقتی میگیم این نعمت را قدردانی کنیم، این یک هدیه یزدان و قول سرود هست، این گپی عادی نیست. و شما بینید برای این مثال را تقویت کردن، همین روز جنگی با اوکراین رئیس جمهوری روسیه یک اظهارات داد، گفت که من از نامی 300 قوم و ملتی که ساکن روسیه هستند سخن میگویم. و هر سال در روسیه یک روزی روسیه هم خیلی جشن هست و در اونجا میگوین که چند قوم هست. ببینید یعنی 300 قوم و ملت در روسیه هست ولی صاحب دولت نیستن، دولت روس است. و بعضی از این قوم و ملت ها از ما خیلی کلانترن. اگر شما تاتارستان نگیرید از نظر اقتصادی چند برابر اقتصادی ما قدرت دارد. تمام کارخانه های بزرگ عظیم صنعتی که یک تاش بودجه همین تاجیکستان میشه در اونجا است. سرزمینش بزرگ است. ملتی بسیار تاریخی و صاحب فرهنگ و صاحب تمدن دارد ولی دولت ندارد. یک سوبیکت فدراسیون روسیه است. یا اگر شما در هندوستان اگر بینید، در هندوستان بیش از 700 قوم و ملت است که بعضیشون تا 100 میلیون نفر از اهالیش، ولی اونا دولت ندارن. از این رو تاجیکان وقتی میگیم خوشبختن این یک افسانه نیست. و بیدی رو خورتر اگر کنیم در مثال خودی تاجیکان باز بینیم. اگر ما بحث فارسی زبان ها در جهان که بیش از 200 میلیونن او را نگیریم، فقط کسایی که خود را تاجیک مینامند تاجیکان رو گیریم، بیش از 50 میلیون نفر تاجیک در منطقه زندگی میکنند. این حدود 9 بله نه منطقه من حاضر میگم معلومه این خیلی، یعنی در حدود در تاجیکستان حدودی بیش از 9 میلیون تاجیک است. همین قدری دیگه در کشور همسایه است و بیشتر. و شما دیدید که در سخنرانی سال دیگه گذشته همین وقتا بود، پیشوای ملت گفتن که 47% اهالی افغانستان تاجیکا هستند و آمار اهالی افغانستان خیلی بحثناک است. ولی همین اخیراً زلمه خلیلزاد نماینده مخصوصی آمریکا، نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان که یکی از دانندگان خوبی همین مسئله است، گفت که در افغانستان 40 میلیون نفر اهالی است. خب ما داریم آمارایی که 32 34 36 ولی زلمه خلیلزاد گفت که 40 میلیون اهالی دارد. خب از همین 40 میلیون اگر 47% رو گیریم که تاجیکان هستن، این خودش حدود 18 میلیون 17 میلیون 18 میلیون میشه. یعنی این قدر میلیون تاجیک در افغانستان است. در پاکستان حدود 3 میلیون تاجیک است. در چین تاجیکا، در کشورهای دیگری آسیای مرکزی مثل قزاقستان، قرقیزستان، یعنی از همین 50 میلیون تاجیک باز همین 9 میلیون تاجیک ساکن جمهوری تاجیکستان صاحب دولت است. باز اونا به هوس نگاه میکنن صاحب دولت بودن. حاضر من در این مسئله احساسی میشم. ببینید منظورم این گریه افتخار است که منظورم که یعنی به همین سعادت از بین تاجیکا هم حتی نصیب ما است.